میگویند وقتی زمان خروج بنی اسرائیل از مصر فرا رسید، حضرت موسی قومش را آماده کرد تا حرکت کنند. اما هرچه دعا میکرد و فرمان میداد، حرکت آغاز نمیشد. انگار نیروی پنهان بنی اسرائیل را در همان جا نگه داشته بود. موسی علیه السلام با خداوند مناجات کرد و پاسخ رسید: تا زمانی که استخوان‌های یوسف پیامبر همراه شما نباشد، این سرزمین را ترک نمی‌کنید. چون حضرت یوسف سالها پیش وصیت کرده بود که وقتی خدا شما را نجات داد، مرا هم با خود ببرید. اما مشکل این بود که کسی نمی‌دانست تابوت حضرت یوسف کجاست. سالهای زیادی گذشته بود و مصری‌ها آن را پنهان کرده بودند. در روایت آمده است که تنها یک پیرزن از راز این محل خبر داشت. حضرت موسی به سراغ او رفت و از او خواست جای تابوت را نشان دهد. پیرزن گفت: نشان می‌دهم، اما خواسته ای دارم. حضرت موسی پرسید: خواسته ات چیست؟ پیرزن گفت: می‌خواهم در بهشت همسایه و همراه تو باشم. حضرت موسی خواسته پیرزن را قبول کرد و پیرزن او را تا کنار نیل برد و تابوت حضرت یوسف را نشان داد. حضرت موسی تابوت یوسف را از میان آب بیرون آورد، تابوتی که سالها در اعماق نیل پنهان مانده. حالا اینکه تابوت حضرت یوسف همراه بنی اسرائیل شد، آرامش به دلها برگشت. فرمان الهی صادر شد و قوم توانست حرکتش را آغاز کند. از همان لحظه خروج بزرگ شروع شد.